یک توضیح کامل در مورد 4 عنصر در علوم کهن که اصلاً چیان و کاربردشون چیه. از قدیم‌ترین دوران قبل از اینکه علم امروز شکل بگیره، انسان‌ها دنبال این بودن که بفهمن جهان از چی ساخته شده. فیلسوف‌ها، حکیم‌ها، عارف‌ها و حتی جادوگران قدیمی همه در نهایت به یک چیز مشترک رسیدن. جهان با 4 نیرو یا 4 عنصر اصلی کار میکنه: آتش، خاک، هوا و آب. اونا باور داشتن که این عناصر فقط تو طبیعت نیستن، تو آدم‌ها، رفتارها، احساس‌ها، سلامت روان، تصمیم‌ها و حتی سرنوشت ما هم دخالت دارن. بزرگانی مثل افلاطون، ارسطو، زرتشت، بوعلی‌سینا و حتی مولانا هر کدوم به زبان خودشون درباره این 4 نیرو حرف زدن. اولین عنصر آتشه که میگن نیروی حرکت و تغییره که مختص فروردین ماه و آذره. سیاره مربوط به این عنصر هم خورشیده، مریخ و مشتری. آتش یعنی انرژی، قدرت، شهامت و شروع. آدم‌های آتشی رو ببینی از تو چشمشون برق میزنه. سریع تصمیم میگیرن، سریع عمل میکنن و معمولا میخوان بهترین باشن. تو طبیعت آتش چیزی که یخ رو آب میکنه، آهن رو نرم میکنه، تاریکی رو روشن میکنه و تو بدن نماد سوخت و ساز، انرژی، قلب و گرمیه. مولانا درباره آتش میگه آتش عشق به هر جان که رسد جان بسوزد. یعنی انرژی و حرکت همیشه همراه آتشه. دومین عنصر خاکه که ثبات، امنیت، ساختن و مختص اردیبهشت، شهریور و دیه. سیاره مربوط به این عنصر هم زمینه. خاک یعنی ریشه، پایه، قدرت، آرامش، نظم و دوام. آدم‌های خاکی معمولاً آروم، منطقی، حسابگر و قابل اعتماد هستن. تو طبیعت خاک جاییه که همه چیز ازش رشد میکنه. تو بدن نماد استخوان‌ها، عضلات، پوست و استقامته. حکیم‌ها میگفتن خاک میسازد، نگه میدارد و پشتیبانی میکند. آدمای خاکی هم همینطورن. تو رابطه قابل اعتماد، تو کار دقیق، تو زندگی ثابت قدم. تو زمان حال خاک یعنی آدمای سازنده. کسایی که پروژه رو جلو میبرن، نظم میدن، مدیریت مالی میکنن و همه چی رو پایدار نگه میدارن. بوعلی‌سینا میگفت طبیعت خاک آرامی و استواری است و این تو انسان‌های خاکی به بهترین شکل دیده میشه. عنصر سوم عنصر هواست. فکر، آزادی، ارتباط که مختص خرداد، مهر و بهمنه. سیاره مربوط به این عنصر هم عطارد و زحله. گاهی به مشتری هم ربطش میدن. هوا یعنی ذهن، ایده، خلاقیت، آزادی و ارتباط با دیگران. آدمای هوایی معمولاً باهوش، اجتماعی، سبکبال، خوش‌صحبت و خلاق هستن. تو طبیعت هوا همیشه در حرکته، شکل نداره اما همه جا هست. تو بدن نماد تنفس، سیستم عصبی، فکر و تمرکز. حکیم‌ها میگفتن هوا پیام‌آور است، رساننده صدا و فکر و الهام. در دنیای امروز هوا یعنی آدم‌هایی که کارشون به فکر و ارتباط وابسته است، مثل تولید محتوا، ارتباطات، آموزش، سخنرانی، طراحی و نویسندگی. ارسطو عنصر هوا رو جوهره فکر مینامید. مولانا هم میگه ای باد صبا تو قاصد اندیشه‌ای، یعنی هوا همیشه با پیام و الهام همراهه. و در آخر عنصر آب، احساس، انعطاف، آرامش که مختص تیر، آبان و اسفنده. سیاره مربوط به این عنصر هم ماه نپتون و زهره است. آب یعنی احساسات، انعطاف، مهربانی، آرامش و عمیق بودن. آدم‌های آبی معمولاً دلرحم، هنردوست، حساس، عاشق پیشه و آرام هستند. تو طبیعت آب میتونه شکل هر ظرفی رو بگیره. تو بدن نماد احساس، خون، مایعات بدن و جریان انرژیه. حکیم‌ها میگفتن آب زندگی است، هم پاک میکند هم رشد میدهد. تو دنیای حالا آب نماد آدم‌های احساساتی و ارتباطگره. آدم‌هایی که تو هنر، موسیقی، درمانگری، روانشناسی، مراقبه، یوگا و کارهای عاطفی موفق هستند. زرتشت هم آب رو مقدس‌ترین عنصر میدونست چون پاکی و زندگی با اونه. خب حالا نقش این 4 عنصر تو زندگی روزمره ما چیه؟ تو علوم کهن باور بر این بوده که هر آدمی ترکیبی از این 4 عنصره. معمولاً یک یا دو عنصر تو وجودش غالب‌تره. کسی که خیلی عجول و پر انرژی و جسوره، آتشیه. کسی که واقع گرا، منطقی و ثابت قدمه، خاکیه. کسی که حرف زن، خلاق و اجتماعیه، هواییه. و کسی که حساس، عاطفی و آرامه، آبیه. تعادل این 4 نیرو نتیجهش میشه یک زندگی سالم، ذهن آروم و تصمیم‌گیری‌های درست. مثل یک ماشین که 4 تا چرخ داره. اگر یکی زیادی بزرگ یا کوچیک بشه حرکت سخت میشه. چند تا گفته بزرگان رو هم بشنویم در مورد این 4 عنصر. ارسطو میگفت جهان از 4 کیفیت ساخته شده: گرمی، سردی، خشکی، تری. افلاطون میگفت 4 عنصر نیروهای اولیه روح و جسمه. مولانا میگفت عناصر 4 گونه نیستن، همه از یک نور آمده‌اند. بوعلی‌سینا میگفت سلامت انسان در تعادل همین 4 نیروست. و در آخر حاکمان ایران باستان هم نظرشون این بود که هر عنصر نگهبان، فرشته و انرژی مخصوص خودش رو داره. خب دوستان، این فقط شروع سفر ما تو دنیای علوم کهنه. اگه میخوای قدم بعدی رو از دست ندی،
ما رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن تا به محض آپلود ویدیوی بعدی ازش جا نمونه.